اجرای دستور سپارش‌های رهبریت دولت و حکومت مملکت امکان فراهم نمود که 600 نفر ساکنان سه ناحیه ولایت خرطلان کمک دسترس نمایند. این تدبیر مهم از طرف صاحبکار اکبر غلاموف جهت غمخواری کردن به شخصانی امکاناتشان محدود و یکا و تنها انجام داده شد. پیش از همه از نام مردم این دهه و از اهل جماعت minnatdori خود با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب علی محترم امامعلی رحمان و این صاحبکارانی که این دستور سپارش‌های جناب علی رو دستگیری میکنند میرسونیم. امروز در دوره دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جهت دستگیری طبقه‌های نیازمند اهالی از جانب یکی از صاحبکاران شناخته اکبر غلاموف با ساکنان دهه‌های دهه نمک فلعباد و اینچنین یک قطار عائله‌های معیوب اشتراکچیان جنگ و دیگر شخصان دارای امتیاز کمک‌های خیریه خوراک‌ها امروز رسانده شده است. ما قید باید کنیم که همساله صاحبکار این مذکور با ساکنان این دو دهه در عرفه عید جشن کمک خود را منتظم می‌رساند. غیر از این صاحبکار نامبرده اکبر غلاموف در برابر رساندن کمک‌های خیریه در کارهای آبادانی دهه نیز سهم زیاد گذاشته است. این تدبیر امکان فراهم نمود که استقامت کنندگان ناحیه‌های تیمورملک، دنغره و یوم با مواد نیاز اولیه غذایی تامین شوند. کمک نوبتی به عائله‌های نیازمند، معیوب و سابقه‌داران جنگ و مهنت در ناحیه یوم به 103 نفر، در ناحیه دنغره به 50 نفر و در ناحیه تیمورملک به 450 نفر رسانیده شد. این تدبیر اجتماعی در پیروی به سیاست انسان‌دوستانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان انجام داده شد. در جماعت دیوتی خرقمیش صاحبکار وطنی اکبر غلاموف اقدام گرفته است که دستور سپارش‌های جناب علی محترم امامعلی رحمان رو سرمشق کار خود دانسته با 460 نفر عائله‌های کم‌بضاعت، اشتراکچی‌های جنگ، کارمندان تیپ که سهم خود را اوید و پیشگیری کرونا ویروس گذاشته ایستادند کمک خود را رساند و ما minnatdori خود را با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که چنین صاحبکارا را دستگیری میکند. دست یاری کمک خود را با اشتراکچی‌های جنگ، عائله‌های کم‌بضاعت، احتیاجمندان میرساند. همساله انجام دادن این عمل خیرخواهانه از طرف صاحبکار اکبر غلاموف خوشحالی عائله‌های نیازمند را افزون می‌گرداند. minnatdori خود را با پیشوای ملت میکنیم که ما را همیخیلی دستگیری میکنه که ما را در همه جماعت و در همه ماه شریف رمضان در همه کمبودی ما را دستگیری میکنن و خیر کننده اکبر غلاموف همیشه minnatdori میکنیم. همیشه ماه شریف رمضان ما را دستگیری میکنن. همیشه ما دعا میکنیم همین کسلی و ایبین بره. اظهار minnatdori خود را با اکبر غلاموف با چنین نفران سخاوت پیشه که در همین خیل روزا ما را فراموش نکرده دستگیری میکنن اظهار minnatdori بیان نموده با آنها عمر دراز اقبال و آورو تمنا داریم. کمک‌ها طریق نقلیات خانه به خانه تقسیم کرده شد. ساکنان از این اقدام صاحبکار خرسند گردیدند. در شب و روزی که بیماری‌های سیرتی خروج کرده است دستی کمک دراز کردن از خصلت‌های نیک انسانی محسوب می‌یابد. همه ساله از جانب صاحبکار وطنی اکبر غلاموف دستی سخاوت به اهل عائله‌های کم‌بضاعت و نیازمندان و پیرانسالان دراز کرده می‌شود و این سال هم این اقدام از جانب این صاحبکار وطنی در دهه ما انجام داده شد و برای اهل محله ما کمک خود را رساندند. از جانب همه اهل مردم و این صاحبکار وطنی اظهار minnatdori میکنم. minnatdori خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان که این راهنمایی و این هدایت ها و دستورهای پیشوای ملت است که این صاحبکاران پیروی میکنند. بار دیگر تشکر و اظهار خدا از جانب اهل محله به این صاحبکار وطنی اظهار میکنم. ما minnatdorgi خود را از صاحبکار اکبر غلاموف minnatdorgi میکنیم که در این ماه شریف رمضان کمک به عائله‌های کم‌بضاعت دستی خود را دراز کرد. این شب و روز دستی کمک دراز نمودند به طبیبان گرفتاران بیماری‌های سیرتی از جمله کووید-19، عائله‌های نیازمند، شخصان یکا و تنها، نفقه‌خوران و سابقه‌داران جنگ و مهنت از عمل‌های نیک انسانی به شمار رفته. این تدبیر در مملکت از جانب تشکیلات و اداره‌ها و دیگر شخصان سخاوت‌پیشه پیوسته انجام داده می‌شود. خوشبختانه امروز از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان و صاحبکاران خیرخواه و سخاوت‌پیشه پیوسته در این سمت چاره‌اندیشی کرده می‌شود.
شود. در همین زمینه از طرف رهبر جمعیت دارای مسئولیت محدود غیور صاحبکار وطنی اکبر غلاموف اومید به چاره‌بینی‌های پیشگیری این بیماری سیرویتی با نظرداشت وضعیت به عمل آمده و تامین محافظت اهالی از این خطر با صورت حساب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان با مبلغ 500,000 سومونی و به حکومت ناحیه یوون ولایت ختلان 130,000 سومونی گذرانده شد. همزمان به بیمارخانه قسم حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان و ناحیه لخش مواد دارویی کمک کرده شد. بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب صاحبکار در دهات کانکورت ناحیه تیمورملیک باغچه رقم 2 تعمیر جاری کرده شد. انشاءات ساحه اجتماعی قبلا برای 76 نفر کودک خدمت می‌رسانید. بعد تعمیر برای 170 نفر پیش بینی گردیده است. برای پورا نوسازی کردن باغچه 4 میلیون سومونی پیش بینی گردیده است. 3 میلیون سومونی برای تعمیر و 1 میلیون سومونی دیگر برای تجهیزات. روزهای نزدیک تجهیزات ضروری به پورگی رسانیده شده. باغچه در دهات کانکورت برای 170 نفر کودک خدمت رسانی را آغاز خواهد نمود. بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در جامعه دهات کانکورت از طرف صاحبکار اکبر غلاموف باغچه رقم 2 از تعمیر برآورده شد که مبلغ عمومی خرج شده 3 میلیون سومان را در بر میگیرد. باغچه رقم 2 با تمام تجهیزات‌های حاضر زمان از تعمیر برآورده شد. امروز صاحبکاران در پیروی به اقدام‌های انسان‌دوستانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عمل‌های خیرخانه را انجام می‌دهند. رسانیدن کمک به 600 عائله در ولایت ختلان خوشحالی هر یک نفر را افزون گردانید و من بعد نیز همین گونه تدبیرها از جانب این صاحبکار انجام داده می‌شود. نورعلی صفامیدین، مهرود جمعه، مقصد اخبار.